چرخ بشین صحبت کن. دایی به ملکی یه دونه باشی. ویدیو کامل این ویدیویی که دیدید انتهای صحبت‌های من براتون گذاشته میشه. چنل ما تغییر کاربری میتونم بگم داده و از گیم وارد دوبلاژ شده، چون یه سری تغییراتی هم در من به وجود اومده و همینطور این که میدونید محتوای گیم دیگه اشباع شده در یوتیوب و همه دارن این محتوای گیم رو تولید میکنن، بنابراین زیاد چیز جالبی نیست. الان هر جایی رو باز کنی میبینی یکی داره بازی میکنه. من تصمیم گرفتم که یه کار دیگه ای بکنیم، حداقل باعث بشیم که لبخندی به روی لبای شما دوستان عزیز بیاد با دوبله های خنده داری که میکنیم، با دوبله هایی که میکنیم و ایشالله که خوش باشید و خوش باشیم در کنار هم. خلاصه این که محتوای پیج دیگه محتوای دوبله و صداگذاریه و همینطور داخل پیج آموزش های صدا سازی، آموزش های دوبله، آموزش های نفسگیری، همه آموزش ها رو میذاریم براتون، چون الان هر جا بالاخره توی جایی داریم زندگی میکنیم که هر کاری میخوایم بکنیم نیاز به پول داریم و حالا پلتفرمی مثل یوتیوب هست و ما میتونیم یه سری چیزا رو به اشتراک بذاریم براتون که راحت تر و بتونید حداقل از اون وضعیت خارج بشید و یه کاری دست و پا کنید. اگر صدای خوبی دارید که چه بهتر، میتونید خیلی پیشرفت کنید تو این قضیه و اگر که میخواید صداتون رو بهتر از چیزی که الان هست بکنید، باز هم میتونید استفاده کنید از محتوا و لذت ببرید و ایشاله که موفق بشید. همونجوری که میدونید پشت سر من هنوز تم گیم و این داستان هاست، ایشاله که درستش کنیم و پیش بریم و خدمتتون عرض کنم که از این ویدیو به بعد محتوای پیج عوض خواهد شد. محتوای پیج میشه دوبله و دوبلاژ، بنابراین خوشحال میشم که حمایتمون کنید. با حمایتاتون دلگرمیم، واقعا خیلی خوشحال میشیم. ما هم حتما در کنارش شما رو حمایت میکنیم و کمک هایی رو بهتون میکنیم در رابطه با صدا سازی و بهتر شدن صداتون. خیلی خوشحالم که دوباره در کنارتونم و میتونیم با هم باشیم و یه خانواده رو تشکیل بدیم تو این چنل و در کنار همدیگه موفق بشیم. انشالله که سلامت باشید و حال دلتون هم خوب باشه. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. راحت شدی؟ دیگه چی میخوای؟ گرسنته؟ ای خدا. ارباب تاریکی داره برای یه سگ احمق غذا میبره، عجیبه. بذار ببینم چی داریم. اینا رو نگاه کنی خوبه. نشستی؟ بخواب؟ پاشو بشین بچرخ. پاشو دست بده بخواب. یه چرخ دیگه بشین. پاشو بچرخ دست بده بچرخ بشین صحبت کن. دایی به ملکی یه دونه باشی.